بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم، همراهان گرامی، وقتتون بخیر. جلسه سوم از مباحث مقدماتی NLP رو در کانال NLP لایف در خدمتتون هستم. دکتر سعیدی هستم و این بحث رو با هم دیگه انشالله جلو خواهیم برد تا نتایج اون رو در زندگی خودمون روز به روز مشاهده بکنیم. دوستان عزیزم، اگه جلسات اول و دوم رو گوش کرده باشید، نکات اساسی رو من در طی اون 2 جلسه گفتم که این جلسه رو هم ادامه میدم با یک سری نکات جدید و مسائل پایه‌ای جدیدتر. اگه خاطر عزیزتون باشه، بهتون گفتم که اصلا ما چرا NLP رو یاد میگیریم؟ NLP چیه؟ تعریف کردم ذهن چیه؟ فکر چیه؟ اندیشیدن چه جور فرایندیه؟ ما به چی میگیم هوش؟ به چی میگیم فکر؟ بهره هوشی چیه؟ و ما برای دستکاری کردن محتویات ذهن خودمون و دیگران چه کار باید بکنیم؟ اگه خاطرتون باشه، من خدمتتون عرض کردم جزء اساسی و شکل دهنده ذهن ما چیه؟ سوژه ها هستن یا همون سابجکت ها که ما به ازای اونها ما در محیط بیرون آبجکت داریم. اگه امروز دوستان کانال NLP لایف رو دیده باشن، من 3 اسلاید اونجا گذاشتم، در واقع 3 عکس اونجا که شما در اون 3 عکس نوع نگاهی که ارتباط بین ذهن و عین رو تشریح میکنه اونجا خواهید دید که در همین جلسه من اونها رو خدمتتون توضیح خواهم داد. اما میخوام یه چارچوب بزرگتر رو براتون ترسیم بکنم و اون هم اینه که شما شاید خیلی وقتها رفته باشید در جاهای مختلف، مثلا دیده باشید یک فرد در واقع توی جودو خیلی متخصصه، خیلی جودوکار خوبیه، یکی توی کاراته است، یکی بدنساز خوبیه، یکی بوکسور خوبیه. همونجور که مشاهده میکنید اینها همه در واقع تمرکز اصلیشون بر مهارت‌های در واقع جسمیه. اینها قهرمانان هر حوزه از مهارت‌های جسمی هستند. حالا یه مقدار شما تصور بکنید که من در این کانال دوست دارم و قصدم بر اینه که یک طیفی از در واقع متخصصین و تکنسین ها و کسانی که دارای علم و مهارت ذهنی باشن. ببینید وقتی شما یک جودوکار رو میبینید یا یک کنفوکار رو میبینید، این در واقع قسمت زیادی از این هارد پاور، اصطلاحاً قدرت سخت داره. ما 3 نوع قدرت داریم. همه انسان‌های روی زمین قدرت رو دوست دارن. همه انسان‌های روی زمین منفعت رو هم دوست دارن. حالا شکل قدرت و شکل منفعت حالت‌های خاصی رو داره که هر فرد برای خودش در نظر می‌گیره، ولی به طور کل این اصل همواره صادقه. ببینید دوستان گلم، وقتی ما میگیم یک فرد در واقع قدرت داره، اون قدرتی رو که در فرد کنفوکار شما می‌بینید قدرت به اسم هارد پاور یا قدرت سخت. ما 3 نوع قدرت داریم: قدرت سخت، قدرت نیمه سخت و قدرت نرم. قدرت نیمه سخت ترکیبی از قدرت سخت و قدرت نرمه. اما قدرت نرم چیست؟ قدرت نرم حوزه کاری است که به وسیله NLP خلق می شود. ما قصد داریم در این کانال در واقع یک عده تکاور ذهنی تربیت بکنیم. پس ببینید دوستان، هدف ما تکاوران ذهنی است که این تکاوران ذهنی دارای قدرت نرم هستند. چه قدرتی؟ قدرتی دارن که نظام باورهای خود و دیگران رو دچار تغییر کنن برای دستاوردهای متعالی. دیگه چه قدرت‌هایی دارن؟ اساس قدرت نرم در چیست؟ اساس قدرت نرم در ایجاد ایقان یا یقین در مخاطبه. وقتی شما بتوانید باور مخاطبتون رو، رفتار مخاطبتون رو دستکاری بکنید یا در باور خودتون تغییر ایجاد بکنید، شما کنترل کاملی را به عنوان یک منتالیست، به عنوان یک متخصص ذهن خواهید داشت. پس ببینید، اگر دوستانی هستن که دنبال قدرت نرم هستن، حالا با مفهوم مثبتش، ببینید منظور از قدرتی که بنده اینجا تعریف میکنن به معنی استیلاجویی و برتری طلبی بر یک فرد نیست، بلکه قدرتی رو که من اینجا تعریف میکنم به معنی در دست گرفتن اصول زندگی است، در دست گرفتن مسیرهایی که شما میتونید حداکثر بهره‌وری رو از نظام هستی ببرید. یکی از اصول در واقع تکاوران اندیشه، من اسم افرادی رو که در اینجا به
به سطح تخصص میرسن گذاشتن تکاوران اندیشه. تکاوران اندیشه قهرمانان حوزه ذهن هستند، ذهن‌های خود و دیگران. پس ببینید در نهایت چارچوبی رو که ما قصد داریم ترسیم بکنیم پرورش تکاوران اندیشه است. تکاوران اندیشه حوزه کارشون کجاست؟ حوزه کارشون ذهنه. همونطوری که تکاوران مثلا اون که مثلا تکاور در حوزه کنفو، در حوزه جودوه، حوزه عملش بدن و حوزه عملش سرعته، حوزه عمل ما ذهنه و ما قادر خواهیم بود با طی کردن تکنیک هایی امکان مایند مانیپولیشن یا دستکاری آگاهانه در عناصر ذهنی. عناصر ذهنی چی هستن؟ سوژه ها هستن. سوژه ها از کجا میان؟ خدمتتون عرض میکنم سوژه های ذهن ما بر 3 دسته تقسیم میشن. پس این در نظر داشته باشید ما 3 نوع سوژه داریم، 3 تایپ از سوژه ها. سوژه های اول اصطلاحاً بهش میگن سوژه های حواس محور. سوژه هایی هستند که از طریق دیدن پدیدارها، شنیدنش به واسطه اون 5 تا حس وارد میشن، دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن. اینها سوژه هایی که از این طریق وارد ذهن ما میشن. مثلا یه پرنده ما میبینیم، ساحل رو میبینیم. اینا میشن دسته اول سوژه های ذهنی. دسته دوم سوژه های ذهنی که یکی از جالبترین دسته از سوژه های ذهنیه، در واقع سوژه هایی هستن که الزاماً مابعضای بیرونی ندارن. اینها از داخل خود ذهن تولید میشن. مثلا به عنوان نمونه شما به یک خودکار دارید فکر میکنید که مابعضای بیرونی داره. از اون طرف به عنوان نمونه مثلا به یک در واقع میز هم فکر میکنید که مابعضای بیرونی داره، اما یک میزی که خودکار هم باشه ساخته ذهن شماست. اصطلاحاً به فکرهایی که شما از 2 تا فکری که در ذهنتون وجود داره یک فکر سومی رو تولید میکنید. در اصطلاح NLP بهش میگن thinking about thinking، در واقع متا تینکینگ یا ابر تفکر، فرافکر. این فکرها در واقع دسته دوم هستند. این نکته رو خدمت دوستان عزیز بگویم که کسانی که دارای مهارت‌های ذهنی هستند یکی از حوزه‌های جدی تسلطشون در واقع گروه دوم فکر است. اصطلاحاً فکرهایی که از 2 فکر موجود در تفکر، در روش‌های آقای امانوئل کانت به اینها میگن تفکر پیش از تجربه. یعنی شما چیزی مابعضای بیرونی نداره و شما اون رو بر مبنای افکار موجود، اینجا در واقع خلاقیت هم از همینجا بروز میکنه که شما 2 تا سوژه یا 2 تا فکر مبتنی بر چند سوژه رو در کنار همدیگه ترکیب میکنید تا یه فکر جدید یا یک سوژه جدید خلق میکنید. حالا اگر این سوژه رو شما در جهان بیرونی به واقعیت تبدیل کنید میشه اختراع. تا زمانی که جنبه ذهنی داره فقط یک سوژه ذهنیه. حالا یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. یک عده از افرادی که در این امر موفق میشن که خودشون رو مریض کنن یا بیماری ذهنی بگیرن از همین روش فکر میکنن. یعنی میان به پدیدارهایی که واقعیت بیرونی ندارن خودشون سوژه خلق میکنن. الان مثال میزنم. من یکی از روش‌های خلق سوژه همین زبانه. الان من براتون یه سوژه تولید میکنم. مثلا شما الان ببینید یه مرغی که وسط سرش شاخ داره و 3 تا پا داره. الان شما یه لحظه به این فکر کنید یه سوژه تو ذهنتون تولید میشه، حتی اگر این مابعضای بیرونی نداشته باشه. پس ببینید ساختن سوژه ها در ذهن کاری بسیار ساده. برای همین موضوع که تکاوران اندیشه و استادان ذهن همواره باید علاوه بر اینکه ذهن قوی داشته باشن، محتوای قوی داشته باشن، باید سیستم های محافظتی ذهنی هم داشته باشن. همونطوری که اون کامپیوتری که من مثال زدم خدمتتون نیاز به آنتی ویروس داره، نظام ذهنی ما هم نیاز به چی داره؟ نیاز به آنتی ویروس داره. کسایی که در واقع سیستم حفاظتی ذهنی ضعیفی دارند، نظام باورهاشون خیلی زود خدشه‌دار میشه. افراد خیلی زود نظام باورهای اونها رو خدشه‌دار میکنن و این خدشه‌دار کردن تعادل روانی اونها رو با هم میزنه و اصطلاحاً اعتماد به نفسشون میاد پایین. پس ببینید ما بر مبنای همین تعریف حتی میتونیم اعتماد به نفس رو هم تعریف بکنیم. دسته سوم از سوژه ها، پس سوژه های گروه اول سوژه های حواس محور، سوژه های گروه دوم رو میگیم سوژه های فکر محور و دسته سوم از سوژه ها رو بهش میگیم سوژه های دین محور یا وحیانی. سوژه هایی هستند که ما نه در بیرون اینها رو میبینیم و نه ممکنه با فکر بهش برسیم
و ما به عنوان مسلمان اینها را قبول میکنیم که خیلی از این سوژه ها میتوانند سوژه های بسیار متعالی باشند و ذهن ما را به سمت نورانیت سوق بدن. پس 3 دسته سوژه داریم: سوژه های فکر محور، سوژه های دین محور و سوژه های حواس محور. این 3 دسته سوژه وقتی که وارد سینمای ذهن ما میشن، اون تالالی که خدمتتون عرض کردم، اینا محتویات ذهن ما رو میسازن. پس ببینید وقتی ما به اینها فکر میکنیم، ساخت عناصر ذهنی ما شروع میشه. تا اینجا رو قضیه رو داشته باشید. حالا این ذهنی که ما الان ساختیم بر مبنای این سوژه ها در مکاتب مختلف و در طی تاریخ زمان زیادی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. مکاتب فلسفی بسیار زیادی بوده. از زمان ارسطو، سقراط، افلاطون و ارسطو، از زمانی که در واقع 300 یا 400 سال قبل از میلاد به این موضوع فکر شد، بحث این بود که اولویت و اصالت با کجاست؟ آیا اصالت با اون خودکاریه که روی میز گذاشته شده یا اصالت با اون خودکاریه که توی ذهن منه؟ در این مسیر در واقع ما 3 تا مکتب داریم. مکتب در واقع اولیه مکتب متریالیسم یا در واقع ماده‌گراییه که اصالت رو به مواد و اشیاء در واقع واقعی بیرون میده و به تصاویر ذهنی رو بهش اصالتی نمیده. در این حالت میگه که در واقع در ذهن ما چیزی نیست، آنچه هست در واقعیت است و ما اینها رو از در واقع واقعیت میسازیم محتوای ذهنمون رو. گروه دوم میگه اصلا چیزی به نام واقعیت در بیرون وجود نداره، ایدئالیست ها. اینها میگن که در واقع بیرون یا محیط واقعی ترسیمی از ذهنیات ماست، یعنی اگه ذهن ما نباشه بیرون هم نیست میشه. و دسته سوم این گروه در واقع ساختارگرایان یا استراکچرالیست ها هستند که اینها میگن در واقع بین ذهن ما و بین ریالیتی یک ساختار وجود داره. این ساختارها کمک میکنن تا ما یک عملیات 2 سویه رو انجام بدیم، یعنی ما محتوای ذهنیمون رو به واقعیت و واقعیت ها رو به محتوای ذهنی تبدیل بکنیم. در اینجا من خدمت شما عرض بکنم که NLP بیشترین نزدیکی رو به دسته سوم یعنی استراکچرالیست ها داره. ما در واقع دنبال این هستیم که چه چیزی رو پیدا بکنیم. ما دنبال این هستیم که زبان برنامه‌نویسی ذهن رو یاد بگیریم و با استفاده از اون ذهنمون رو پروگرام بکنیم. ذهنمون رو برای چی پروگرام بکنیم؟ ببینید اگه خاطرتون باشه وقتی که شما یک پدیداری دارید مثل انسان که خداوند خودش میگه من اینو گل سرسبد آفرینش گذاشتم، من تمام زمین و آسمان رو در تسخیر اون قرار دادم، ظرفیت ما در واقع ظرفیت یک انسان در اندازه‌ایه که میتونه معراج بره. در واقع انسان اشرف مخلوقاته. واقعا آیا ما خودمون رو برای چی پروگرام میکنیم؟ خیلی از انسان‌ها ببینید وقتی شما سوژه هایی رو برای ذهنتون تعریف میکنید، این ذهن اونها رو اجرا میکنه. ذهن ما در واقع 2 تا بخش داره. در جلسه قبل گفتم قسمت بالاش در واقع بهش میگن قسمت خودآگاه یا conscious mind و قسمت پایینیش یا unconscious mind. مجموع ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه رو 2 تاشو با هم میگن ذهن انسان. این ذهن انسان چطوری پروگرام میشه؟ از سوژه ها. سوژه ها از کجا میاد؟ عرض کردم 3 دسته سوژه داریم. اینا رو با هم دیگه متصل دارم میگم تا دوستان ارتباطات رو پیدا بکنن. بعد از اینکه این سوژه ها رو وارد ذهن کردی، حالا شما چه سوژه هایی وارد ذهنتون میکنید؟ سوژه ها از کجا میاد؟ از همه جا. همینی که شما یه حرف بد میشنوید میره تو ذهنتون. الان بهتون میگم داستان فیل قرمز که یادتون هست، به فیل قرمز فکر نکنید. شما خیلی وقت براتون اتفاق افتاده که در واقع میایید یک موضوعی رو مطرح میکنید، اصطلاحاً مثلا به عنوان نمونه شما میرید پیش دوستتون میخواید از اون دوست دیگه‌تون بگید، میگید فکر نکن علی اینطوره یا علی آدم دستکجیه یا مثلا سعید اینجور آدمیه، فکر کنی اینطور. نه، اینطور نیست. وقتی شما این رو میگید داستان فیل قرمز اتفاق میفته. اینجاست که شما نباید تفکر نهی اورینتد یا نهی محور رو در دستور کارتون قرار بدید. ببینید اون چیزی که NLP تاکید داره، حالا ما میریم سراغ NLP، میگه Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming. نرو یعنی سیستم عصبی، لینگویستیک یعنی قابلیت‌های زبانی. منظور از قابلیت‌های زبانی در NLP دو گروه هستند.
در واقع قابلیت‌های زبان کلامی و غیر کلامی. مثلا حرکت دست هم جزء چی میشه؟ زبانی میشه که در واقع ما باید بهش توجه کنیم. پس میشه verbal language و non-verbal language. پس منظور از لینگویستیک یعنی در واقع اونهایی که به صورت وربال یا کلامی هستن و غیر کلامی. مثلا حرکت سر خودش یک علائمی برای نوشتن در ذهنه. پس ببینید ما در این قسمت میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم برنامه‌نویسی ذهن رو با استفاده از قابلیت‌های کلامی. قابلیت‌های کلامی فقط منظور کلام زبانی نیست، منظور در واقع ارتباطات غیر کلامی هم هست و اینا رو پروگرام بکنیم. ما چطور میتونیم پروگرام بکنیم؟ اول باید ببینیم ورودی ها چیستن، قواعد رو باید یاد بگیریم و ساختارها رو باید یاد بگیریم. پس ببینید دوستان، ما با استفاده از NLP میتوانیم تبدیل بشویم به استادان مهارت‌های ذهنی که بتوانیم کنترل خوبی بر خودمون داشته باشیم و کنترل خوبی بر محیط و کسایی که با اونها ارتباط داریم در جهت همگامی با نظام هستی داشته باشیم. اوج بهره‌وری و تکامل و تعالی یک انسان هماهنگی با نظام هستیه. ببینید وقتی شما هماهنگ با نظام هستی بشوید، کل نظام هستی در خدمت شما قرار میگیره. این هماهنگی چطور اتفاق میفته؟ زمانی که مرکز خلاقیت شما و مرکز خلاقیت ما که همون در واقع جایگاهی است که خداوند اونو برای انسان آفریده و اینو میتونه پروگرام بکنه. ببینید موجودات دیگه مثلا به عنوان نمونه شیر، گاو، اسب، اینها نمیتونن خودشون رو پروگرام بکنن. اینها بر مبنای غریزه، اصطلاحاً همون هارد کدهایی هست که خدا آفریده، اینا نیازها خودشون رو تامین میکنن. همه اسب‌ها مثل هم زندگی میکنن، همه گاوها مثل هم زندگی میکنن، ولی انسان‌ها هر یک از اونها زندگی خودش رو به شیوه خاص میآفریده. چرا؟ چون خاصیت آفرینندگی رو خداوند به انسان هدیه داده. گفته خلق کن. چی خلق بکن؟ زندگی تو خلق بکن. چطور خلق بکن؟ گفته آسمان و زمین و هر چی هست در اختیار تو، فقط یه قدرت بهش داده. اون قدرت چیه؟ خلق کنندگی. چطور خلق بکنه؟ یک نیروی بیکران در خدمت شماست. میتونی با اون انقدر بد خلق بکنی که تبدیل بشوی به یک انسان خدای نکرده جانی، میتوانی به معراج بروی. چطور این کار رو بکنم؟ با استفاده از همون قابلیتی که خداوند در تو قرار داده. آگاه هستی بهش؟ نه، خیلی از ما آگاه نیستیم. چرا آگاه نیستیم؟ چون آگاهی نسبت به خود سخت‌ترین کار هاست. معرفت النفس سخت‌ترین کار هاست. دلیلش اینه که ما بیش از هر چیزی در نظام هستی، کمتر از هر چیزی در نظام هستی خودمون رو میشناسیم. خوب بهش دقت بکنید. ما منظور از شناخت یعنی چجور شناختی؟ نه یک شناخت کلی مثل اون شناخت پدر بزرگ و کامپیوتر، بلکه شناخت ما باید شناختی باشد مبتنی بر سلف اورننس، خودآگاهی. وقتی شما خودآگاهی لحظه به لحظه داشته باشید، زبانتون رو جوری میچرخونید که در واقع ذهنتون رو به نحوی پروگرام بکنه که انرژی های مثبت از وجودتون فوران بکنه. وقتی شما ذهنتون رو درست پروگرام بکنید، منظور از ذهن زمین ناخودآگاه و خودآگاه است که ما این رو به شکل جدی بررسی قرار خواهیم کرد. ببینید ما در بحث پروگرامینگ ضمیر ناخودآگاه بیش از 70 تا 80 تا پترن و الگو رو به شما خواهیم گفت. در بحث پروگرامینگ احساسات، چطوری ما احساسات یا اصطلاحاً روحیات یا استیت منیجمنت رو انجام بدیم، تعداد زیادی الگو رو من به شما خواهم گفت و اون موقع شما ابزارها و تکنیک هایی دارید که یک سلف اورننس بسیار بسیار خوبی رو میتونید در خودتون ایجاد بکنید. پس ببینید دوستان، افق NLP افق تکاوری اندیشه است. افق پروگرام کردن و کنترل بر خود به شیوهی هستیم که زندگی بسیار بسیار زیبایی رو لحظه به لحظه برای خودمون خلق بکنیم. پس خلق زندگی زیبا هنری است که ما با ذهن خودمون انجام میدیم. خیلی از افراد هستن که هنوز کنترل و شناختی بر ذهن خودشون ندارن. محتویات ذهن خودشون رو بدون اینکه ذهنشون آنتی ویروس داشته باشه، از صبح تا شب هر فکری و هر اندیشه باطلی رو میشنون و میبینن. چشمهایمان رو باید به چیزهایی باز بکنیم که ذهنمون رو به بهترین شکل برنامه‌ریزی بکنه. ذهن ما
در واقع ضمیر خودآگاه ما. فقط این نکته رو در آخر این بحثم خدمتتون بگم. ببینید اگر شما ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه یک انسان، در واقع این سوپر بایو کامپیوتر رو به یک کامپیوتر تشبیه بکنید، ذهن خودآگاه ما مثل رم میمونه و ضمیر ناخودآگاه ما مثل رام میمونه. ظرفیت بسیار بیشتری داره. شما اگر به این قیاس بکنید، انسان در هر تایم فریم، یعنی در قطعه زمانی، خوب توجه کنید، در هر قطعه زمانی، مثلا شما قطعه زمانی رو بگیرید 1 ثانیه، چون برای افراد مختلف با هم فرق میکنه، بیش از 1000 چانک یا برش اطلاعاتی وارد ذهنش میشه که ضمیر خودآگاه ما فقط میتونه 7 به اضافه منهای 2، یعنی یا بین 5 تا 9 تا از اینها رو تحلیل بکنه. 990 تای از اینها به صورت ناخودآگاه وارد ضمیر ناخودآگاه ما میشن. خوب دقت بکنید. پس شما فکر نکنید موقعی که در یک محیطی قرار میگیرید و به اصطلاح خودتون حواستون هست که در واقع آلوده نشید، آلوده نمیشید. این گونه نیست. سیگنال های ضمیر ناخودآگاه شما انرژی ها و سوژه ها رو میگیرن. شما در حالی که در اتاق نشسته اید، ضمیر خودآگاه شما فقط میتواند بین 5 تا 9 سیگنال رو دریافت کند، در صورتی که ضمیر ناخودآگاه شما بیش از 1000 سیگنال رو دریافت میکند و شما از این امر ناآگاه هستید. و اینها میروند سیگنال هایی که ضمیر ناخودآگاه شما را جوری برنامه‌ریزی میکنن که در واقع در شرایطی قرار میگیرید که تغییر براتون دشوار میشود. پس باید چی؟ نظام ذهنی شما و نظام ذهنی ما برای تغییر اول باید یک سیستم حفاظتی داشته باشه که در برابر ویروس ها چی هستن؟ هر آن چیزی که ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ما رو به سمتی که در واقع انرژیاشو از دست بده هدایت بکنن میشه چی؟ اینها ویروسی. ممکنه یه حرف باشه، یه حرکت باشه، یه صحنه ناجور باشه. به این خاطره که همواره میگوین مثبت بیاندیشی، چون مثبت اندیشی در واقع thinking about thinking، نوع دوم سوژه های ذهن. چه کار میکنه؟ ذهن شما رو نورباران میکنه، خود به خود سوژه ایجاد میکنه. کسی که ذهنش از سوژه های نورانی پر بشه، خود به خود افکارش نورانی میشه. خیلی ساده است. حالا اینکه چطور ما سوژه ها رو ایجاد بکنیم، تکنیکاش چی هستن، انواع روش های فکری چطوری هستن، چطوری ما سوژه ها رو با هم طبقه بندی بکنیم، چطور سوژه های ذهن خودمون رو دستکاری بکنیم، چطور سوژه های ذهن دیگران رو دستکاری بکنیم، اینها مباحثی هستن که ما در طول این دوره خدمت شما عرض خواهیم کرد و شما در طول این دوره انشالله به حدی خواهید رسید که در واقع خودآگاهی و اندیشه و بصیرت لحظه به لحظه‌ای بر سیستم ذهنی خودتون، اما ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خواهید داشت و میتونید در زندگی خودتون و دیگران این رو به کار بگیرید. جلسه سوم ما همینجا به پایان رسید. براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که مطالب کانال رو خیلی خوب دنبال بکنید و سعی کنید همواره اینها رو مرور و تمرین کنید تا انشالله برای جلسه بعدی باز مطالب دیگه رو خدمتتون ارائه کنم. وقت بخیر و خدا نگهدار.